سنگت و هم دیوانه دعوات رن یک سنگت چمنا جوش گرفتگت اوکراین اتمی و هسته‌ای باره با که چه دنیای مسترین اتمی و هسته‌ای هم بوده ای که امریکا بازی داده و شان گار کده راستند یا نه. البته من پریواتا گوی سنگت لحظه گپ و حبر کن بله من هنون زی پیری که موکدن بودن چارت گوگل و نتا بچه ای اوکراین دنیای سومی ملک بیته که آیا ای اتمی بمب و چستیر بودن این دنیای سومی ای که ای چونکا گار بودگن ایشیا ملک نه بلکه یونایتد نیشنز سازمان ملل چیر دستی داره و مرکزی داره خاص ای باره و 4 ملک برز دادن. یک جای ملکا روس بوده که وحدا همه لاروف که هنو روس وزارت خارجه آیی سفیر روسیه یونایتد نیشنز دوگا بیدن و ای دستخط لاروفی هستن که ایدان 4 ملک هرچه من گوشت یونایتد نیشنز اداره چیرا گو اوکراین دیوان کردن تو به اوکراینی مردمان که شما اشانا گار بکنید آمان اگریمنتی هم کردن که ما ته سیکیوریتی و امنیتا بالکل زورین که طرح هیچ چونی جنجال مبید و یکی چه ملکان روس بیده که لاروف سین کده یکی آمریکای سفیر بیده گیوانی تو که یکی انگلستانه 4می من مطمئن نام من یاد نه که فرانسه یا دیگری بله منشی مطمئن نام بله ای که آمریکا آیا بازی بدن تو آمریکایی کارا بکن نبوده بلکه سازمان ملل یونایتد نیشنز داری چیرا و ای 4 ملک که 4می هنچ من گفت فرانس بیچ و دیگری من مطمئنم بله آسینان انگلستان آمریکا روس ای پکانگ پیک ای دنیای سومی مسترین اتمی بمب و چستیر بوده دیگه گپی که بچه یک سنگت دیگه روس باره و جوز گفتگه بچه روس دنیای یکی چه مسترین ملکانند این هنگت مسترین که اوکراین جنگ بکند و اوکراین گوید ور بکند دیگه گپی بله ما پیسرگین و هنگینی دنیای مسترین ملکن بله روس همه ملکن که آیا یعنی طبیعی بازین هستی هست ای هستی گاز و نفت و یدگر آدگره که بازی ملکی نیستن یعنی اگر تو روسا گو فرانسا بچاره روس 85 برابر چه فرانسا گشتر هستی و ثروتی هست یعنی طبیعی گاز و نفت یدگر آدگره ولی هنگین روس آمدنی فرانسه 4 بحرها 1 بحری بید چون من پیسر یا بری گوشتگد که یوروپ یکی چه گریبی ملکان یونانه که دوباره اکنومی و اقتصادی پروبلم بوده که آیی سالانه درآمد به مردم به یک مردم BNP یونانیان 4
$14 هر نفره. و یونان چه روسیان 10، یعنی چه یونان هم کمتر. بشی پیش داری که بچه این سرکار گلتی و چستیرانن تو آد واجکار دوربر و کرکرگوری مردمانن که دراهین ای آمدنی یا زورن تو وقت بها کنند یک ملکه حساب ببید نه بلکه شخصی و فردی حساب رو. یا دیگه چیزی که زاندکار باشه که روس و اوکراینی چیزی تو که بچه روسا گرجستان رنج 1991 که سوویت یونین پروشت که 15 ملک بیتن که نتیجه 15 ها هر یکی پدا 57 بودن. بله گرجستان همچین گچین کاری کرد و یک همچین سرکاری حکومتی آد که روسا فاصله گرفت و دور بود. روسا که فوجا برد 2-3 روز توکا او سرکار گار کرد و دیگه نوکی مردم که آیه خیال مردمان تمامان هشت و خاطر کرد و دنیا و هیچی نگوشت. این زاندکار باشه که این دنیای ملکانی گیشترین جنجال همشین که اگر بودن روسی دیمش بگفتیند که تو نباید یک کار بکرتیند یک غیر اخلاقی غیر قانونی کاری. دومی روز سوریه توکا شد، سوریه تا سرکار مخالفان را جت و کشت و بمب و یدگر آبگر کرد. اگر آد دوینان چستیر مبوتنن تو چچنه پدا گپ و چستیر مبوتنن مروچی اوکراین ای جاگه ها نرسید. اینها گوشند که این دنیای ملکان مسترین جنجال همشند که پیسر ای جاگه ها ای گپش دیما نیارد. بچه بحکین یوروپ سالانه آمدنی 14 تریلیون دلاره بحکین یوروپ. البته ادام مغربی یوروپ. یو اس و آمریکای سالانه 22 تریلیونه. ایشی پیش داری که تنها یک ملکی ولی چه ای بحکین یوروپی ملکان گنده چه 14 ها 22 تریلیونه. یک دیگه گپی که بید یانوکویچه که پیسر اوکراین پریزیدنت بوده و روس خیال مردمی بیده آیا همه سوویت یونیونی وحده یعنی 1967 تا این مرد 3 سال زندان بوده. بعد 1970 3 سال رنده به شخصی جنگی و غیر اخلاقی کاران 2 سال بعد از زندان بوده. ای 2004 پرزیدنت بوده و بعد روس خیال مردمی بوده و بعد رنده هم گیچین کاری ها برزود بله بروش ورد و یک چکری هم پدا آد بله مردم چون ماها زمستانی چون ماها سردین زهرشانی کرد و بازی این چستیرش کرد و پدا پارلمان یعنی قانونی لحاظان که پریزیدنت پارلمان تنها دوردن و اوکراین پارلمان آیا دور داد همیشه که تدک شد روسا چه دور رند همیشه که گیچین کاری بیت و پدا نوکین سرکار کاین تو با ای چستیری که ماشما گندگی چی بزانید که روس هجبر دموکراسی آزادی تجربه نکده ندیسته
certeza ragazzi del comunismo da Soviet Unione وچای رم تمروتی براج کش بود باز. I'm sorry.